مزالید و نیالید. عالمان عصر سنگ مزالید و نیالید را 10-15 هزار سال تخمین می کنند. ناگفته نماند که سال آنها در هر محل هر خیل است، یک خیل نیست. در همین دوره اهالی آسیای میانه زیاد می گردد و دوره زندگانی در شکل قبیلوی و به طرز مادرشاهی رشد می یابد. در این دوره آلات استحصالات مکمل و خوب می گردد. پرمه و ارکونی در همین دوره پیدا می شود. این چیزها در گذشته نبودند، یعنی پیش از این دوره. کلالگری، زراعتکاری و چارواداری در همین دوره به وجود می آید. معلومات از کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفوروف گرفته شده است. گوینده تورجان تورایف.